فکر کردی این همه بارو برای چی به دوش میکشی؟ مسیح؟ همینطوره؟ مسیح؟ پس خوب گوش کن. میخوام کمی اطلاعات محرمانه در مورد مسیح بهت بدم. اون غرایز انسانی رو میشناسه. اون غرایز در تو برمیانگیزه، بعدش میدونی چی کار میکنه؟ قسم میخورم فقط محض سرگرمی خودش با اون دوربین مخفی الهیش میشینه و تماشا میکنه. قوانین طوری میچینه که ضد هم باشن. این کار هر دفعشه. ببین، اما دست نزن. دست بزن اما مزهش نکن. مزهش بکن اما قورتش شده. و هر لحظه که یه قدم جلوتر بذاری میدونی اون چی کار میکنه؟ میشینه اون بالا و از ته گل به ریشت میخنده. پادشاهی تو جهنم بهتر از خدمت کردن تو بهشت نه؟ چرا که نه؟ من تو تمام بدبختی‌های روی زمین از همون روز اول بودم. تک تک احساساتی که انسان دوست داشته پرورش دادم. هر چی میخواسته بهش دادم، هیچ وقتم قضاوتش نکردم. چرا؟ چون با وجود تمام ایوا و نقصاش هیچ وقت پسش نزدم. من طرفدار انسانم. انسانگرا. شاید آخرین انسانگرای واقعی. بگو ببینم کوین کی میتونه واقعا منکر بشه که تمام قرن 20 مال من نبوده؟ تمامش کوین. بله تمامش مال من بود. من گوش بزنگم چون دیگه نوبت منه. نوبت ما. موضوع خیلی جالب شد. اصلا بد جوری منو نسیم بگو چی میخوای؟ ادی راست میگفت. میخوام اختیار دفتر رو دست بگیری. ولی اول من باید داوطلب میشم. تو هم چی میگی کوین؟ پیشنهادت چیه؟ همه چی. هر چی بخوای. سعادت دنیوی از هر نوعش که بخوای. یه استراحت کامل هر جا که بخوای. قبوله؟ تا اینجاش که خیلی بچه گانه بود. میدونم. دارم فعلا خودمو گرم میکنم. اون چیزی که بیشتر از همه دوست داری چیه؟ لبخند گرمیت منصفه؟ این که تمام دادگاه های یخزده و سرد دنیا جلوی پات زانو بزنن و تسلیم بشن؟ این کساتی خودم هم برمیاد. اینجوری شو نه. من مشکلات از جلوی پات برمیدارم. این یه انقلابه که قانون آخرین راه مخفی ورودی و جدیدترین سبک کشیش هاست. بسن بله این هم قسمت های دیگری بود. استاد عباسی توضیح بفرمایید. بله من عرض بکنم خیلی به هر حال جالب بود. یعنی این دیالوگ ها رو به نظرم واقعا با یک طراحی بسیار دقیق در این فیلم قرار دادن. ببینید اون مطالبی که به هر حال شیطان پرستی میخواد در مواجهه با ادیان بگه اینجا خیلی راحت بیان شده بودش. یک تعرضی به مسیحیت داره که میگه خب مسیح میدونی چیکار میکنه مقابل من؟ خودش رو با مسیح مقایسه میکنه. میگه مسیح میاد غرایز رو میشناسه. اون بالا نشسته خطاب به بنده ها، غرایز رو میشناسه و همه غرایز رو میاد در تضاد با هم دیگه قرار میده. که حالا عبارتش این بود که میگه ببین ولی دست نزن، دست بزن ولی مزه نکن، مزه کن ولی قورت نده و دائم نهی هایی که داره به افراد و خطاب هایی که داره به این شکل بیان میکنه که البته بخشی از این اشکال در مسیحیت موجود هست به خاطر اینکه به هر حال یک سری از غرایز رو آمده کاملا سرکوب کرده، ولی ما در اسلام سرکوب غرایز نداریم، هدفمندی غرایز داریم، چون غرایز رو خدا همه رو با هدف و با حکمت در وجود ما قرار داده. هدفمندی غرایز داریم و کنترل غرایز، سرکوب نداریم. استفاده از غرایز در مسیر هدفی که خدا برای زندگی انسان مشخص کرده تا جایی که انسان رو از انسانیت خودش خارج نکنه. خب این یک تعارضی. اما خودش رو چی میگه؟ میگه من کسی هستم و شخصی هستم که بدبختی‌های زمین رو، در همه بدبختی‌های زمین من حضور داشتم، بدبختی‌ها رو درک کردم و آمدم ویژگی‌های درونی افراد رو. در انجیل شیطان چی داشتیم؟ میگفت اینها خصائص درونی انسان‌ها چیز بدی نیست. به اصطلاح
اتفاقایی که رقم میزنه، ظلمی که انجام میده، خودبینی، تکبر، حسادت، اینا همه ویژگی‌های درونیه که باید تبلور پیدا بکنه و شیطان میگه اینها رو من تبلور دادم و در عین حال هیچ وقت به هر حال نسبت بهش قضاوت نکردم و پسش نزدم. و یه نکته‌ای در انتهای این بود که ما دیگه این رو حذف کردیم به خاطر یه مقدار مشمئز کننده بودن تصویر، که این شخص خودش رو میکشه و اونجا هستش که اینطور نشون داده میشه که این شخص حالا که تموم شد خب باید بره به سمت آتش و ناراحت شدن این آقای شیطان از این گونه در واقع زود قبل از اینکه هنوز اون جنایات رو رقم بزنه هستش. و جالبه که من قضاوت نمی کنم نسبت به افراد و همیشه هوای اونها رو دارم و همیشه همراه اونها هستم. اتفاقا تو همین صحنه نشون میده که خب اون جایی که رفتن این به سمت در واقع آتش هستش دیگه این کاری برای او انجام نمیده، یا لحظه‌ای که میخواد خودکشی بکنه ممانعتی نسبت به اون انجام نمیده. و ما میبینیم که در شیطان پرستی اتفاقا دستور به خودکشی و تشویق به این که شما با خودکشی میتونید رها بشید از خیلی از اتفاقات وجود داره. این هم یکی از فیلم هایی که واقعا حالا در اون تایمی که سالی که مثلا 1997 که مثلا ساخته میشه، با توجه به اینکه در آستانه به سال 2000 و قرن 21 هم قرار داریم، خیلی تلاش میکنه این ویژگی رو برجسته بکنه و جریان انسانگرایی. و در پایان قرن 20 شیطان با یک افتخاری میگه که ببینید من بسیاری از اتفاقات رو رقم زدم و خصائص رو پرورش دادم در وجود انسان‌ها، این خصائص منفی رو من پرورش دادم و این توفیق رو من کسب کردم در مقابل خدا و این اتفاقات رو تونستم رقم بزنم.